سوال مرحمت سعید حیدر هستم رو زمان همگی من همه ساله موسمی حج میشه انا چند سال آخر یک حج عمره با جریان دارد قسمی زیادی حاجیانی که از طریق حج عمره میروند طریق ازبکستان میرند برای چی در تاجیکستان رو راه ماندن نشده است چون که هم مبلغ بسا ارزان میباشد هم شرایطی که مساعده برای حاجیان عمره که میرند شرایطی بسیار مساعد از طرف کمیته دین یا که متصدیان دولت همسایه دوست و برادر ما ازبکستان مهیا کرده است. این چیز در تاجیکستان قریب که نبود چون که ما خودی من شخصا آمدودم در همینجا چند شرکتی که میرفت از 3000 کم نگفتن لیکن همین چیز در ازبکستان $1290 که به طریق چیزی اما مردم سفر میکردن در تاجیکستان چیز نیست. دیگر از اون اوید قبرستان ها در اینجا گفتید که به ترتیب در آورده است در شهر کولاب قبرستان همون در منطقه‌ای که کرپیش زواد کوهنه تماشاگاه موجود است یکی از قبرستان های بزرگترین جمهوری هم گویی می شود لیکن حالتی آیا شما باری شده است که از همه قبرستان دیدن نموده باشید و حالت ناگواری قبرستان بسیار هم نگرانی کننده می باشد. میخواستم که اویدی این مسئله شرح می‌دادید و دیگر از اون اویدی ریدهایی که در همین مسجدها گذرانده می شود در دوام در این ورقه شما یگان چیزی گفتن نشده است چقدر جوانان دستگیر کرده شدن و آنها بر چی مجازات ها کشته شدن. برای سوال اول که زیارت عمره البته زیارت عمره طبق ترتیب مقرر گردیده از جانب در خود حدود جمهوری تاجیکستان از جانب دو شرکت نشون کمیته دین هم راه مانده شده است. آن ایرادی که شما دارید گویا که مثلا نفت در کشور همسایه ارزان باشد و در جمهوری تاجیکستان گرانتر است این برمیگردد باز هم به چی به نرخ چیپتای هواپیما. دیگر اینکه اصلا بعضا شهروندان ما با واسطه کشوری همسایه سفر میکنن این برمیگردد به چی به فعالیت بعضی میانه روها یا اینکه بعضی نفرانی که حتی بدون اجازت هم با همین گونه فعالیت مشغول هستند برمیگردد با بهانه پیشنهاد نمودن نرخی ارزان. این جای پوشیده هم نیست که دلخواه شبکه اجتماعی رو که مثلا یک شویی میبینی که اعلان یا رکلام هایی که مردم رو برای بودن به سفر عمره دعوت می نمایند با نرخ‌های ارزان‌تر ولی در واقع حالت دیگر است چون اونجا اعلان میکنن مثلا نرخ‌های ارزان‌تر که در آن بعضی نمود خدمت رسانی هایی که مهم هست برای یک نفر سیاح یا یک نفر عمره کننده چون که اکثر عمره کنندگان ما مردم کلانسال هستند و شاید اونقدر هم شرایط راه رو خوب ندونن و ما بارها شاهد بودیم که شکایت میکردن که در راه از ما مبلغ الهی طلب میکنن که مثلا برای نقلیات مبلغ لازم است با اونجا میروند در خود عربستان هم از مهمانخانه های ارزان استفاده میکنن یکی حالتهایی که یک نمونه خوابگاه هایی هست به نام خوابگاه های وقف در اونجا بردن مردم ها جایگیر میکنن این چیزا هست. این هم برمیگرده گفتم تکرار هم شود و فعالیت بعضی از نفران یا که بعضی از تاجرانی که بدون اجازت یا که بدون رعایت کردن ترتیبات لازمه با همین کار خودسرانه مشغول هستند. اما اگر در عموم گیریم مثلا توجهی که ما بسیار می‌بینیم اونقدر فرقیت زیادی هم نیست بین مثلا بین نرخی کشور همسایه که نرخی کشوری ما و اون اندک فرقیتی که هم هست برمیگرده به چی؟ به راهگیران به نرخی چیپتای هواپیما برمیگرده. در مسئله دویمتون علاوه گفتنی هستم که مثلا شرکت هایی که در زمینه عمره فعالیت پیش میبرن چند نمودی بسته های خدمت رسانی ها مثلا بسته های اقتصادی
درجه ویپ یا دیگر پیشنهاد میکنن که نرخ گذاری از همین فرق دارد. در مسئله قبرستان ها درست است که ترتیب نگهداری قبرستان ها از قرار داخلدار حکومت جمهوری ترکستان قبول گردیده است. اصلا نگهداری آنها بر دوش مقامات محلی حکومت اجرایی دولتی واگذار شده است و نقش کمیته دین پیشبردی چی است؟ پیشبردی مثلا رئیستری یگانه و همزمان نظارت کردن که تا چه درجه مثلا همین ترتیب رعایت کرده می شود. البته این قرار داخلدار قبول شده است. ما دوره به دوره از همه چی طلب میکنیم که از بخش‌های دین تنظیم عمل شما رسمی مقاماتی محلی اجرای حکومت دولتی که رعایت ترتیب مذکور رو پرزور نمایند. اما مثلا ما گفتم میتونی که نه از جانب کمیته دین نه که از جانب چی مثلا اگر منظورتون زورن یا اینکه اجباراً گرفته بردن کسی از مسجد باشه خیلی حالت‌ها خیلی شدگی هم نیست وجود هم ندارد. اگر شما شاهدی چنین حالتی باشه مراجعه کنید ما معین میکنیم که برای چه چنین حالت صورت گرفته است. در موردی مثلا رعایت قانون جمهوری ترکستان در باره مسئولیت پدر مادر در تعلیم تربیت فرزند درست است که چه از جانب کارمندان کمیته دین چه از جانب مثلا خود مقامات حفظ حقوق گاه کارهای فرماندهی بوده می شود که طلبات قانونی مذکور رعایت کرده شود. سوال ما از این قرار است که تغییر همین لیسه شما چی شد؟ سوال بارها تکرار می‌آورد. یکی از سبب‌هایی که مثلا گیمنازی نزد دانشگاه اسلامی جمهوری ترکستان نتوانست که لیسانس خود را یا که اجازه‌نامه خود را تجدید نماید این نداشتن جای مناسب بود. چون یکی از شرط‌های به دست آوردن لیسانس این چی است؟ اجازه‌نامه باید مثلا مکانی مناسب برای تعلیم وجود داشته باشه. و شما که اگر شما اهمیت داده باشه در شفت یا که در پهلوی مسجدی کنان شهر شنبه ساختمان نوی دانشگاه اسلامی ترکستان رفته ایستاده است. با انجام رسیدن ساختمان مذکور من امیدوارم که این مسئله هم حل خودش رو پیدا میکنه. در آخر موسم حج خود در پیش از جنبه سفر یک چندین نفر جمع شدن در نزد اداره کمیته دین و شکایت کردن که اونها را سر وقت با روی خط شامل نکردن. خب یک قسم دیگری ساکنان با واسطه توشکند و دوبای خواستن روند که در راه فریب خوردن. سوالم این است که چرا قوات تاجیکستان برای زائرین زیاد کردن نمی شود تا همین مشکل از بین رود؟ و سوال دیگر هم درباره این است که کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش تازه‌اش از آن نگرانی کرد که سال 2022 در تاجیکستان نقص جدی حقوق دینداران از جمله پیروان مذهب اسماعیلی ثبت شده. حکومت آدمان را با بهانه اکستریمیسم و تروریسم جزا داد. در یک سال اخیر چند سازمان دیگر هم از این نقص حقوق اسماعیلیان از جانب مقامات صدا بلند کردن و انتقاد کردن. پاسخ مشخص شما به این نگرانی‌ها چی است؟ و سوال دیگر هم در همین گزارش در مورد آزادی دینی آمده است که در تاجیکستان به ثبت نام یک کلیسای پروتستانتی در سال گذشته پاسخ رد داده است. چرا به درخواست ثبت نام این کلیسا پاسخ رد داده شد؟ تشکر. یک گروه مردم در نزد کمیته دین جمع شدند و مثلا حالتی کار چنین بود که گروهی از خلابان مردم رو فریب داده بودند که مثلا ما شما رو یا با نرخ ارزان‌تر یا مثلا در گمراه واسطه به سفر حج می‌بریم و تفتیشات هم معین کرد که اونها با استفاده از چی؟ با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری روی خطا رو تغییر داده و مردم نشون دادن که این نام شما در روی خط هست می‌فتن مردم رو از باوری مردم چه کردن هستن سوء استفاده کرده هستن. حالا که طبق ترتیب نفرانی که در روی خط راه می‌یابند این از در مقامات محلی اجرای حکومت دولتی ثبت نام میشه. روی خط‌ها رو ما از جانب مقامات اجرای محلی حکومت دولتی میگیریم.
و عریضه نویسیدن هم در مقاماتی محلی برگزار می‌گردد. ترتیب چون است. ولی متاسفانه باز هم می‌بینیم که هم بعضی قلابان هم بعضی نفران یا از زودباوریشون میشد یا از چیزشون و فریفته همین گروه ها میشن و همون گروه قلابانی که روی خطها رو بایسته برنامه‌های کامپیوتری تغییر داده بودند بایسته برنامه‌های کامپیوتری تغییر دادن و مردم رو فریب کردن مردم گمان میکردن که اونها در واقع ما در چی هستیم در خیلی کمیته دین هستیم و رفتن نزدی چی نزدی بینای کمیته رفتن منتظر بودن که کی پرواز اینها میشه مسئول کمیته هم برآمد که روی خطای واقعی این است شما در روی خطا اونجا تنها روی خطای پروازها بود که بر کدام پرواز کدام نفر چی است ولی متاسفانه همین حالتی که این جای پوشیده هم نیست چندین نفر با ما مراجعه کردن علیه نمونه روادیدی تحریف شده یعنی قلابان یکی از راه‌های فریفتن قلابان چی است روادیدها الکترونیک چی است چاپ می‌شوند نسخه یکی از روادید رو میگیرن با واسطه برنامه کامپیوتری تغییر نام و فامیل یک شهروند میکنن نشون میده که مثلا صورت روادید شما مثلا نامتون در روی خط هست شما تشویش نکشید بعد چی میکنید فلان روز پروازتون هست یعنی صرف حالتی قلابی است و سری مثلا حالا که یک پرونده جنایی باز شده است تفتیشات رفته ایستاده است اینجا برمیگردد باز به چی یا زودباوری مردم برمیگردد یا خویشمندانی که میخواهند با نرخ‌های ارزان‌تر یا که با هر راه واسطه‌ای که غیر قانونی که باشد به سفری حج شرفی باشد این برمیگردد به همون حالا که اگر از نگاه دینی هم گیریم اینجا رئیس مرکز اسلامی هستن حج بر نفری که چی میشه امکانیت و توانایی دارد و در فتوای اخیرانی که مجمع فقه اسلامی هم بعضی از عالمان فرمودند مادامی که انسان صاحب کوتا نمیشود و چی نیست گناهگار نیست چون که اون کوشش رو کرده است مثلا کوشش رو کرده است دیگر اگر صاحب کوتا شد نشدن مسئولیتی اون نیست چون چی سعی تلاش این کرد یعنی ثوابش رو با اندازه تلاش کوشش به دست آورد ولی باز متاسفانه می‌بینیم که هر سال خیلی این حالت هست حدود یک چند نفر رو قلابان فریب میکنن که ما شما رو حج ببریم که مثلا بعد در بیماراه یا در توشکن حتی حالت هست که مردم رو از فرودگاه جیده برگرداندن مثلا با ساختکاری نمودن چی روادیدها مثلا وقتی پیشی نقطه چیپ فروشی میروی و از شما چی طلب نمیکنن اون نمونه نسخه روادید رو نگاه میکنن برای چیپ صادر میکنن مسئولیتی نقطه چیپ فروشی این نیست که تاکید کنند این چیپ واقعی است یا که غیر واقعی است رو میروند در فرودگاه جیده چون میبینن چیپ غیر چیپ حج است یا که دیگر نمودی چیپ هست دیگر نمودی روادید هست مردم از فرودگاه جیده هم برگردوندن تا حد امکان کمیته هم با نفرانی که فریفته شده بودن کارهای فهماندهی گذروندیم با حد امکانیت بعضیشون رو کمک نمودیم ولی خود زودباوری مردم هم سبب میشه که فریفته همین قلابان شدن این یک سوال دویمتون در گزارش دپارتمنت اومده است که حقوق اسماعیلیان چی شده است شما جامعه روزنامه‌نگاران شما یگان نفرتون شاهدی همین حالتی بودن که یگان نفر رو بخاطری پیروی این یا آن مذهب بودنش یا که یا اسماعیلی بودنش موردی حقوقش چی شده است نقص شده است شما در شهر دوشنبه شاهد همین حالت بوده با من نگم کس مراجعت نکرده است که محض من رو به خاطر پیروی این یک
مذهب فلان مذهب بودنم حقوقم چی شده است یا تبعیض شدم یا حقوقم نقض شده است مرحمت با اون برمیگرد مثلا که درسشون رو منع کردن و بعد بخشش مثلا شما میتونید دیل خواه وقت یک بگوی روزو با مرکز اسماعیل رفته دیدم معلوم یگان نفر رو محض به خاطر پیروی مذهب بودنش چی شدگی نیست حقوقش نقض شدگی نیست اما حالت های انفرادی که مثلا هر یک شهروند در نزد قانون جوابگر است چی وی حنفی است چی وی اسماعیلی است چی وی پیروی دیگر دین مذهب است لکن وقتی که چیزی شخصی اش هست معنی اون ندارد که نسبتی پیروان یگان مذهب یا یگان گروه به خاطر اعتقاد دینیشون چی شده باشه من تا حال یاد ندارم که در کمیته دین نه تنها اسماعیلی‌ها که مثلا غیر پیروان غیر مسلمان هم چی نصرانی باشد چی یهودی باشد چی باشد به خاطر اعتقاد دینیش حقوقش نقض شده باشد مراجعت نشده است این یک طرف مثلا و ما شاهدیم کار هم نبودیم در مسئله ثبت نام یک گروه پروتستانتی نمیدونم این حادثه در کجا شده است و چرا رسانه هایی که همین خبر رو پخش کردن یک بار مثلا یا تحقیقات ژورنالیستی نگذراندن که آیا در واقعیت همین کار بود یا نبود همین حالت شدگی نیست یگان گروه مراجعه نکرده است خصوصا همین گروه پروتستانتی من در ظرف در ظرف 2 سال اخیر تا حاضر یگان گروه پروتستانتی برای ثبت نام مراجعه نکرده است و اگر مراجعه میکرد حق داشتن طبق قانون جمهوری ترکیه درباره مراجعه شهروندان ما با اونها پاسخی خطی میدونیم مراجعه شدگی نیست ولی نمیدونم این حادثه رو از کجا چی کردن در اون گزارش آمدگی است درست است ولی چرا رسانه ها پای تحقیقی نگشتن یک خبری که اساس ندارد اون رو گرفتن چی کردن مسئله دینی تویسان بیشتر در اساس سامانه فرمول 18 از همون گرفتن از همون گرفتن اینا در گزارشون درست است والا که من با صراحت گفتم میتونم یعنی مراجعت نشده است مراجعت شدگی نیست اگر بیل فرض کردیم مراجعت میکردن در اساس قانون جمهوری ترکیه درباره مراجعه شهروندان ما با اونها هم پاسخ خطی میدادیم هم پاسخ شفاهی این حالت وجود نداره درخواست 1213 نمو عدد دینی و 3375 عدد ورقه‌ها وارد شدن برای تشخیص دین شناسی میگفتید که همه امور نظر به سال گذشته کم است یا زیاد است اینجا تعداد درخواست‌ها بنابر موجود بودن افرادگرایی 120 عدد این نظر به سال 2020 کم یا زیاد است این یکم سوال این سوال در مورد همین سوالای اخیر چند وقت قرآنسوزی در اروپا صورت میگیرد کمیته دین یا شورای علما نسبت به همین حادثه ها یکم واکنش کرد یا نه و سوال سوم در مورد تغییر دینی فعال جمعیت شهروندی عبدالقادر طلبت‌پور این مراجعت کرد برای به قد گرفتن همین دین زرتشتی در جمعیت زرتشتی البته نسبت به سال گذشته این خیلی کمتر است یک عدد 64 عدد در اینجا کمتر نشون داده است یعنی که 64 عدد کم این سال برای تشخیص نشناسی در همین مسئله یکم بولش است برای اونجا 220 هست 122 تا افرادگرایی کردن 98 تا گذشتگی یعنی چند تا 287 اون سال آمده بود بله 287 نه 220 64 عدد کم است سال گذشته 64 عدد کم است این سال 64 عدد زیادتر بوده شده است که ستانزان اتصای باید نمی‌کنم این سال کم کمتر 64 عدد کمتر عدد خلاصه برای خلاصه گرفتن پیشنهاد محترم عبدالقادر طلبک بله برای
ثبتی همچنین ایتیوده دینی و کمیته مراجعه نمود نه به شکل خطی فقط آمد و اون نفر شرط و شروط رو گفتن که باید مثلا کدام نمودی حجت ها و کدام نمودی مثلا تهیه کرده شود باید این دیگر مراجعه نکرده است. این چند کس باید باشی که یک باید شود؟ جمعیت بقید جناب رئیس جمعیت بقید این در 3-4 هزار باید باشه نه در قانونگذاری مشخص در کرده است. نه کمتر از 10 مؤسس. استاد کم میخوام ثبت کنید. اونم درست کم استاد کمتر از 10 مؤسس. طبق معیارهایی که در قانونگذاری وجود است و چند نمودی ایتیوده دینی هستند مثلا همچون جماعه دینی همچون ایتیوده دینی دیگر و باید در نوبت اول همچون جماعه دینی حدود 10 نفر پیرو باشند که به شکل خطی مراجعه نمونند برای بقیه گرفتن چیز همچون جماعه دینی. البته وقتی که ما این با شما صحبت داشتم وقتی با حقوقشناس کمیته صحبت کردن اون چیزا رو براشون فهموندن که شما باید همین نامگویی همین حجت رو تهیه نمایید به خاطر همچون جماعه دینی در جمهوری بقیه دیگر مراجعه نکردن. ضرورت هست برای ثبتی. اصلا آن حقوق آزادی‌هایی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درج گردیده است مثلا قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کسی رو برای پیروی کردن یا نکردن با یگان دین یا مذهب مجبور نمی‌کند لکن همزمان به خاطر برآورده نمودن نیازهای اعتقادی مردم حقوق داده است که مثلا میتونن شهروندان در شکل انفرادی یا در شکل دست جمعی حقوق و نیازهای اعتقادی خود رو چکنن برآورده سازند. 10 مؤسس یا 10 پیرو؟ 10 پیرو. 10 پیرو. این قانونگذاری همه چیز رو مشخص و واضح کرده است چون 10 پیرو در یک جای معین باشند نه اینکه مثلا یک نفر در چی باشه یک ناحیه باشه یک نفر دیگر در یک ناحیه باشه دیگر چون به خاطر رعایت کردن ترتیبات همیشه قانونگذاری شرط‌های خود را معیارهایی که در قانونگذاری است واضح و روشن است. این هم خواهی نخواهی در نرخ تاثیر می‌رسونه و یک چیزی اساسی که هست مثلا مردم بیشتر اهمیت نمیدن خصوصا شرکت‌های صنایعی که در فدراسیون روسیه هستن بعضی خدمت‌رسانان وارد نمی‌کنن مثلا خوراک پیشنهاد نمی‌کنن اینکه بسته چی بسته که برای هر حاجی است مثلا از هر لباس سر کرده و تاج چمدان چی و همه این در نقلنامه چی میشه زن میشه اگر ما اینا رو کم کنیم مثلا یک بسته خوراک از 270 تا 300 دلار چی داره ارزش داره وقتی اون رو از نرخنامه میگیریم میگیم که هر کس خودش خوراکش رو خودش دارد اما که در نرخ که اعلام میکنند فرقیت زیاد نمودار میشه بسیار حالتایی هست که بعضی نفران همین نازکی ها رو چی نمیکنن اهمیت نمیدن یک چی رو یا که مثلا اینجای پوشیده هم نیست مثلا همون اطراف حرم 3 حلقه اساسی دارد حلقه اول تا حدودی مثلا 500 متر یا 600 متر شبانه نرخ یک جای ممکن از 1000 دلار زیاد باشه یک روزه این جای پوشیده هم است مثلا در حدودی از 600 700 تا 1 کیلومتر اندکی ارزان‌تر یافت ممکن است و هست حلقه‌ای که از حدود حرم از 5 تا 10 کیلومتر دورتر است اون نرخش تماماً فرق می‌کنه اینا رو وقتی که به خریدار وقتی شرح می‌دهی وقتی تحلیل می‌کنیم و یک چی هم داشتیم البته وضعیت هیچ تغییر نیافته است البته تمام مسجدهای پایتخت همچنان که پیش از این مسجد کلان پر از نمازگزار بود فعلا هم حالا نمازگزار پر یعنی مسجدها پر هستند یکون تغییرات کلی نشده است اما هست یعنی از منطقه‌های دور دست یا از خارج کشور نمازگزاران زیاد
در مسجد کلان هستند که میگویند در حقیقت یک بینای خیلی باحشمت و زیبا و خیلی وسیع، یعنی هم از خارج کشور و هم از منطقه‌های دوردست کشور خیلی نمازگزاران در مسجد کلان هستند. وضعیت مسجدهای پایتخت هیچ تغییر نیافته است، یعنی با نمازگزارانش عادی است، معمولی است، یک اون تغییراتی است. خبری که یک نکاح کردن یک دختری که نابالغ بود دستگیر کرده شد و بسته به همین خبر میخواستم که سوالی هم چند امام خطیب برای نکاح برمحل دستگیر کرده شدند، نکاحگران منظورم، و بعدا میگفتن که کدام طبقه روحانیون اجازت نکاح کردن دارن. سلامت باشید. کمیته بیشتر فعالیتش با چه است؟ با ایتیولوژی دینی است، یعنی مسجد، چه مسجد جمعه باشد، چه مسجد 5 وقته باشد، ما بیشتر با همون نفرانی که مسئول هستند، چه در مسجد جمعه یا چه در مسجدهای 5 وقته. اما متاسفانه تا حال هستند بعضی روحانی‌هایی که یگان مسئولیت در چی ندارند، نه در یگان مسجد مسئولیت ندارند، ولی چون پیشتره یا که چون ندارند بعضا چگویم خودسرانه از پیش خود انجام میدن. این حالت ها هست. چی هست که مراجعه میکنند همسایه هست، از روی همسایه‌گری هست یا چی هست، مثلا این دعا خوندن، فوتیه کردن، چی کردن، همسایه‌اش مراجعه میکنن و چی گفتن نمیتونن. چون که خواهر عزیز اکثر همین معیارهای دینی بگیم که مثلا اون عهده‌دارهای دینی این برمیگردد به چی؟ به فرهنگ مردم، به چی؟ یعنی 100% همگانی و تنظیم در حال شدگی نیست، نه در یگان جو. این در یگان جو چون که یک چیز شخصی است، مثلا یک کسی یک اعتقاد شخصی دارد یا چی دارد، پیش کدام مثلا عالمی دلخواهش می‌رود یا اینکه پیش مثلا یگان داملایی که شناسش هست یا دیگر است، این جنبه ها دارد. و هر صورت تنها امام خطیبان که با کمیته دین شهرنامه دارند، آنها همچون برای ادا نمودن آن خدمت رسان‌های معنوی که در محیط محلی زیستشان میکنند، آنها مثلا دفترهای چی دارند؟ دفترهای بستن نکاحی مسلمانی دارند. و ترتیب و از روی ترتیبی که معمول است، پیش از اون که اونها نکاح مسلمانی رو به جا بیارن، باید حتما از چی بزنن؟ از تشخیص؟ نه، از قید نکاح اول آدم رو عرضه پیشنهاد میکنن، در اساس وقتی میبینن که معلقه در مرحله مثلا بستنی عقد رسمی در صحش هست، امام خطیب حق دارد همون مراسمی بستنی نکاح دینی رو به انجام رسونده. اما چطوری که من گفتم متاسفانه مراسم دینی بیشتر برمیگردد به چیزای ایندیویدوالی. مثلا زیاد حالتایی هست که مثلا یک کس خواهی نخواهی یک شناس یا یک دوستی که دارد که کمی بیش از چیزی دینی خبر دارد به اون مراجعه میکنه و بعدا مراسم های دینی هم اونقدر مرکب و اونقدر چی نیست که هر کس از عهده‌اش نبرد. یک چیزی چی هست؟ ساده است. و بعدی چی هم؟ بعدی مثلا این ترقیاتی که در اینترنت و در ویستوی اخباری آمده شد، دیگر بعضی دنبال هم گوش هم نمیکنه، خودش سوال میده، خودش جستجو میکنه، خودش دیگری دیگه. افغانستان و ایران خیلی زیاد چیز است و بخال بگیم فضای امروزه تاجیکستان رو بیشتر امر معروف همین ویژن کشورهای ایران و افغانستان گرفته است. متاسفانه امیدهای بعد این است که بعضی عقیده‌هایی که برای اکثر کلی ساکنان جمهوری تاجیکستان که حنیف مذهبند عقیده‌هاشون راست نمی‌آید و میان بعضی شهروندان مفاهیم هم از همین حساب سر می‌زند. می‌گفتند که برای پر کردن همین فضای مجازی با امر معروف دامولوهای جمهوری تاجیکستان کدام کارها عملی شده است، زیرا اگر در جمهوری تاجیکستان زیاده از 4000 مسجد اگر هر دامولو به حساب در یک هفته یک رولی پخش کند، یعنی در یک ماه ما می‌فهمیم که در نیم سال علاقه فضا رو میتونیم پورا اداره کنیم.
میگفته که در همین دوام 6 ماه چقدر رولیک‌های ترغیباتی پخش شده است از جانب همین مخاطبان و سوال معمولی که از 419 حالت نقص قانونی تنظیم چقدرش شخصان منصبدار بودن. سلام باشه. فضای اطلاعاتی این رو من گفتنی هستم که درست است که این مشکلی وجود داره متاسفانه نه تنها در فضای ایدئولوژی دینی در دیگر فضاها در دیگر سمت‌ها هم همین چیز حالت وجود دارد و بدبختانه اکثری قشری که مثلا از همون وایزانی که اسلوب‌های مثلا چه میگم اسلوب‌های یا جذاب یا این که چی رو استفاده میکنن اگر یک تحلیل کنی اکثرشون جوانانی هستن که یا چیزی کافی ندارن یا تجربه کافی ندارن یا معلوماتی کافی ندارن در برابر این مرکز اسلامی یعنی که مثلا کمیته دین و چی که سامانه‌های رسمی خود را هم دارن رولیک‌ها هم پخش میکنن ولی باید گفت که بیشتر جوانان یا قسمی بیشترش هنگامی که در مهاجرت مهنتی قرار دارد چون در اونجا دسترسی به دیگر سامانه‌ها آزادتر و یمکن بیشتر است فرق نمیکنن خوب میبیند یک نفری که با زبان فارسی یا تاجیکی صحبت کرده است شاید محتواش خوب درک نکند شاید چه ولی چون اسلوبی و جذاب است چون اسلوبی اون چی است اما بیشتر پیروی میکنن و متاسفانه در بسیار حالتها همین به چی آورده میرساند گاه مثلا در محلها بعضا هست حالتهایی که بچه در مهاجرت مهنتی دیگر چی فهمیده است میاد با مولای محله گاهی در چی هم هست در بحث هم هست در چی هم هست که داملا مایی خیلی فهمیدیم شما دیگر خیلی میگیرید این چرا ما این کار نمیکنیم چی وجود دارد به خاطر اینکه داملاهای ما هم مثلا توانند اودیتور رو در دست گیرند توانند مثلا با مردم خصوصا با جوانان پاسخهای قانون کننده کنند ما هر سال 2 بار یا 3 بار با آنها چی میگذارنیم کورس تکمیل اختصاص میگذارنیم دوره های چی میگذارنیم کارشناسان رو جلب میکنیم که چگونه مثلا چیزهای دینی رو تماتیک دینی رو موضوع دینی رو با مردم رسونن بحث کنن که باعث اختلاف و باعث چی نشود و سال گذشته یک چند بعضی خود ژورنالیستان اشتراک نموده بودن با یک چی گذارنده بودن که بحث یا که بررسی موضوع دینی نه تنها در اودیتوریوی دینی چی مسجد ها باشد یا چی حتی در سامانه یا که در روزنامه ها با طورش صورت بگیرد که باعث چی نشود باعث اختلاف و باعث کشمکش نشود و متاسفانه باز میبینیم که هستن حالتهایی که از چیزهای نوچیز رو بزرگ نشون میدن یا اینکه به خاطر جلب بیشتری جوانان مثلا هنگامه‌جویی میکنن یا که دیگر این حالت ها هم هست در خصوص قانونشکنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عملیات وابسته به رعایت نگهداری قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عملیات و جشن مراسم و جمهوری تاجیکستان در نیم سال اول سال جاری 419 حالت رعایت نگهداری مقررات قانون به قید گرفته شده است. از این یک نفر راهبر مؤسسه و تشکیلات از ولایت سود می باشد 5 نفر راهبران و ماموران طرفخانه‌های و مؤسسه‌های خدمت رسانی وابسته به معرکه 5 نفر صاحبکاران 3 نفر هنرمندان 3 نفر و دیگر نمایندگان کسب و کاری گوناگون طبق ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و جوابداری ماموری کشیده شدند طبق معلومات سود عالی جمهوری تاجیکستان برای این سال اول سال جاری. هنرمندان چه کردند؟ بنابر سبب به شرطنامه خدمت رسانی در همون معرکه اشتراک کردند. و این چیزا رو که اونها بیان با اون صحبت کنید و اونها هم این مرد به فکرم بود اگر خطا نکنم اومدن و از تاجیکستان دوام 10 روز
از گوشه و کنار گوناگون تاجیکستان دیدن کردند و خلاصه خودشون هم گفتند. من رو همون روزی که اونها خلاصه‌شون رو اعلام می‌کردن نشست مطبوع داشتم، من حضور داشتم و اونها انتقاد کردن از تاجیکستان در مورد سیاست دینی دولت تاجیکستان. می‌خواستم سوال بیام که با اونها شما صحبت کردید و اگر صحبت کردید بیشتر کدام سری کدام موضوع‌ها بود توجه کردید و سوال دیگر این که چرا در آخر اونها انتقاد کردن، چرا این طور شد؟ با اونها بخوری داشتیم و سوال‌هایی که از جانب آنها مطرح کردید ما پاسخ خود را دادیم و حالا هم منتظری توصیه‌های خطی ایشان هستیم. اون چیزی که اون در نزد شما روزنامه‌نگاران خیلی گفته گذاشت یک خلاصه‌ای کوتاهش بود. تا حاضر رسما توصیه‌های او با عنوان ما نرسیده است و بیشتر سوال‌های اون بود که مثلا جمهوری تاجیکستان در مهیا نمودن شرایط برای برآورده ساختن نیازهای اقتصادی مردم. و یک سوالی عجیبش این بود که همین قانون تنظیم به اصطلاح قانون تنظیم تا چی درجه حقوق و آزادی‌های مردم رو چی می‌تونه محدود می‌کنه. و پاسخ ما هم واضح و روشن بود که قانون مذکور یگان نمود محدودیت یعنی که محدود نمودن با آزادی وجدان و حقوق شخص نگرانیده نشده است. اول اینکه این قانون تنظیم صرف یک چیزی مأموری است به خاطر به ترتیب در آوردن میشه. بعد من مثال آوردم مثلا میگم که در ما محدود نیست که در جنازه یک نفر چقدر شخص اشتراک میکنه. بگذار مثلا 500 نفر است، 1000 نفر است، 2000 نفر. یگان محدودیت نیست. فقط محدودیت در چی بود؟ در برگزار نمودن معرکه است که مثلا حدود 150 تا مثلا تا 200 نفر. اما یک نفر رو مثلا معرکه کو چیزی صرف چی است؟ چیزی مثلا یا ملی است یا مثلا چی است؟ چیزی مذهبی هم که نیست. بعد با شوخی آمیز گفت که مثلا اگر من چی روم حج روم گفتم درست است در قانونگذاری ما معرکه حاجی طلبان و حاجی زیارت این چیزا من است. لیکن من کردش دیگه نیست که شما رو مثلا دوستانتون یا خویشانتون اومده مثلا اگر هم شما زیارت حج روید من 1000 کس رو خودم زیارت شما میکنم. ولی به شرطی که چی نباشه معرکه گسترده نباشه. و متاسفانه این چی است در بسیار حالات ما رو اهمیت نمیدیم. همین قانونی تنظیم هم یکی هدف‌های اساسی رو نگرانده شد به خاطر چی؟ به خاطر کم کردن سطح کمبیزایتی مردم و بالا بردن سطح نگران‌آوری بود. و این مقصد این قانون قبول شده بود. این یگان نمود محدودیت در سمت حقوق و آزادی‌های مردم ندارد. حتی بعضی حالت‌هایی هستن که مثلا میگن که زادروز یک چیزی چی است؟ چی می‌دونم؟ اویلوی است. در حدود اویلوی خود جشن گرفتن کسی منع کرده است زادروز. اما برگزار نمودن معرکه دبدبه یک خودنمایی یک چیز است. یک چیزایی که به خاطر به ترتیب در آوردن ترتیبات جمعیتی است. و حقوق‌شناسان برای این است نمافتم میبخشید قانونی تنظیم ما یگان چیزی به محدود کردن حقوق و آزادی‌های دینی شخص وابسته نیست. چیزی که هست صرف جنبه مأموری دارد، صرف به خاطر و دیگر چیزی هم هست. مثلا در قانونگذاری بیشتر چی میگه؟ شما اسراف بیهوده نکنید. اسراف بیهوده نکنید. در جای گفتگی نیست که مثلا همین مبلغ رو حتما با بودجه دولت سپار یا اینکه مثلا منچکنی فقط اسراف بیهوده نکنید. استاسیم است. جانب کمدان کمیته دین تنظیم عمل جشن مراسم نظیر حکومت جمهوری تاجیکستان در نیمساله اول سال جاری در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف آن 52 مراتبه ریتاب گذرانده شد. زیاده از 12 حالت قانون شکنی آشکار گردید. از 193 معرکه بازدید نمودند. از جمله وابسته به رعایت نگهداری ماده قانون مذکور وابسته به توی‌های دامادی عروسی برگزاری معرکه معشوقه چهارگشتک و خداطلبان بعد وابسته به
ماده 12 قانون می برگزاری معرکه حاجی عاشق و حاجی زیارت و حاجی طلبان می باشد که در 45 حالت احتمالاتی صادرشوی قانونشکنی اثر احتمال پیشگیری کرده شد. درباره حقوق زنها همین گفتنی هستند که اگر منظورتون خود کمیته باشد در کمیته زیاده از 40% منصب‌های راهبری کننده بر دوش بانوها واگذار شده است و اون دیگر سوال‌هایی که بود حقوق و جایگاه زن پیشگیری مثلا از همکاری و دیگر ما گروه‌های مشترک یکجا با کمیته حقوق با زنها و آیلین از حکومت جمهوری ترکستان داریم همیشه در شورابین‌هایی که اونها می‌گذرانند اشتراک می‌نماییم. خب وقتی مقرر گشته شما با پایان رسید تشکر که دعوت ما رو